کنم بعد از بدوارز معروف ترین مودی که تو سرور میشه پیدا کنیم بیلد بتله و خیلی مود باحالی هم هست. به شخص خیلی دوست دارم و اگه میخواید بازی کنید به سرور ده هایو بیلد بتل انواع و اقسامش داره و آره هم اسفی بیلدر داره که انشالله در ویدیو بعدی میریم، هم بیلد بتل سولو داره که ما میریم بیلد بتل سولو و به ققنوس تو دل من برده. مثلا خیلی گیم مود باحالیه. خب اما ووت بدیم یا به اصطلاح رای بدیم. نه یه بار دیگه نمیدونم چیه اند، نمیدونم چیه، اما اندو به نظرم فرویدسان سیمز. دوستان عزیز من چون زیاد انگلیسی خوب نیست رفتم در واقع پرسجو کنم چی میشه و فعلا فکر کنم میشه تابلوهای جاده‌ای. پس ما الان هدفمون اینه که در قدم اول یک جاده یکم عقب مون اول اشکال در سری کار جمع کنیم. کانکریت، مشی و سفید. خب تو چیز خوب نه. خب 1 2 3 اوکی. یک مقداری اینجا رو میکنیم، این لاین رو کلا مشکی میذاریم، این لاین هم کلا مشکی میذاریم. خب حالا خطا رو چجوری میکشن؟ اینجوری مثلا فکر کنم اوکی به نظر میاد، شاید نمیدونم. گی سفید 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 مشکی مشکی سفید 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 مشکی مشکی. خب این از جاده‌مون. حالا با یک سری جزئیات اضافه کنیم به جاده. حتی بذار اول اصل کاری رو بسازم. خب چند نوع جدول داریم میگه، یکیش که زرده یکیش هم قرمزه فکر کنم. یا فعلا دوتا رو بسازیم. خب اینی که قرمزه زیاد من نمیدونم، زیاد اطلاعات کافی ندارم در این باره. خب یه پله قرمز هم میخوام. پله قرمز چی داریم؟ اوکی خب این از این اوکی دیگه نهید. اوکی من بیلدم بد نی ولی تو ولی میدونی تو موضوعات رندوم بیکم بدم. اوکی خب وایسا درستش بامبو. اوکی خب ببندینو مثلا تابلو هشداره دیگه بچه. اوکی وایسا فکر کنم یه همچین چیزی. خدا بزرگ. نه اوکی به نظرم رو همون جاده‌مون تمرکز کنیم. ممکنه نمره که امتحانه ممکنه امتیازهای بهتری بگیریم. خب چون ماشین میتونم بسازم. اوکی خب جوریه. اوکی خب حالا خدا بزرگ. گوسفند شد این تا ماشین. خب حالا چیکار کنم؟ چی به این بیلدم؟ نه این واقعا نگاش نکن. بچه من میگم اینو بکن. الان بنمون میکنم. بکن اینو بکن به نظرم. خب اینجا مثلا باید زرد باشه، بعد دوباره قرمز مشکی. اوکی به نظرم این باز به حداقل بند نمیشیم. حداقلش اینه که بند نمیشیم. اینم میتونیم مشکی کنیم. نه به نظر همون زرد باشه خیلی بده. اوکی 3 راه شد دیگه. بذار 4 راهش کنیم. ما که تا اینجا اومدیم. بچه واقعا ممنون میشم به این تابلو زیاد به این تابلو میگم به اینجا زیاد نظر ندید. واقعا خوب نی. اوکی هیچ کاری نکنید. خب بریم واسه بقیه رو ببینیم. اوکی این خدایی باز حداقل خوب شد. 3 نه وای نه مثلا نمیخوام. نه
نه این که خیلی بدتره، ولش کن اصلا. بیا همین رو کن باشه لطفا. باشه این چیه؟ ببین خدای جاده اگه بود باز بد نبود، ولی واقعا تابلوها رو خب استاپ کشتی مانند ساخته. اوکی چه باحال. از این ور استاپه ولی این ور دیگه برعکس، این ورم نشسته نوشته. اوکی جالبه ولی دو بس. اوکی جالبه. از این ور فرود ممنوعه، این ور آفرین دیتیل خوشم آمد. اچه حقیقتش بخوام من وقتی میرم مسافت جایی همش تو ماشین سرم تو گوشیه، خودم زیاد دقت نمیکنم. اینور قول میدم دقت، قول نمیدم ولی سعی میکنم دقت. خب این چیه؟ اینکه خدایی واسه من از این بهتره، بیز قبول کن. چندم شد؟ چرا کم بود؟ 4م شدم فکر کنم. مثلا این از من کمتر شد فکر کنم. همین آره. خب کی اول شد؟ این اوکی قشنگ بود، خدای خوب ساخت. اینجا میتونید افتخارات بنده رو ببینید که 34 دست من بازی کردم در مجموع این بیل باتلو. 12 تاشو بردم، 89 تا 1 ستاره به من رای دادم، 23 تا 2 ستاره، 62 تا 3 ستاره، 4 تا 4 ستاره و 2 تا 5 ستاره. به به. اسکول باز اسنو نمیدونم چیه. تورنادو به نظرم تورنادو یس تورنادو. اوکی یعنی چی؟ اوکی چی میخوای بسازی؟ تورنادو چی بسازم من؟ اوکی به نظرم با پشم بسازیم بهتر، چون تورنادو خاکیه دیگه، تمیز نی. خب میخوام این بیلده بکنم که یارو همجی شتی پلتی بلاک میذاره و یه سه خوب ازش در میاد. بذار همجی بلاک بزنیم میام بالا. اینم بچه این بیلدا دیدید یا نه؟ من مخصوصا مثلا چیزایی که واقعیه و اینجوری هم میسازم میام بالا، قشنگ در میاد آخرش. خب حالا به نظرم یکم سفید ولی زیرش اضافه کنیم. مثلا میدونی از زیر به نظرم سفید اینجوری اضافه کنیم خیلی بهتر بشه. خب اونجا که از سفید داره میره به سمت مشکی، به نظرم روش با مشکی بذاریم. بد نشد، بریم بهتر شد. خب دوستان عزیز، سرور هایف تصمیم گرفت که ما رو بنازه بیرون، چون فهمید که ما ایرانی هستیم و آره بخوام یک گوشه خیلی ریز بدبختی رو بگم، من باید برم وی پی ان روشن کنم که اکانتم باز شد. مایکروسافت اکانتم ندر کمی ندر رو بزن که مایکروسافت اکانتم باز شه. من وی پی ان خاموش کنم، برم تو سرور رو بزنم روی ایده های و وی پی ان روشن کنم تا لوکیت سرور بره. بعد اونجا که رفت با وی پی ان خاموش کنم، چون آنتی وی پی ان داره و نمیذاره با وی پی ان وارد چی. بعدش که داشت میرفت تو خلاصه آره خلاص خیلی بلش کن. من برم که یک پروژه خوبی میخوام راه بندازم، برم که برسم. آره خلاصه بچه اومدم تو سرور. واقعا کار سختی مخصوصا با این اینترنت بسیار عالی که من دارم. اوکی اینم از این. خود پورتال رو ساختم. اوکی چه باحال شد، خوشم اومد. یا خب حالا ما باید پشت پورتال رو بیایم دیزاین ندری کنیم. خب بر ندرک میخوایم اینا و این قارچه کو و این قارچه کو بی پدر بومیل قارچه کو. این ماشرومه و اینکی ماشرومه. خب انجام بدم. بعید میدونم برسم. کدوم؟ خب از اینا روش نمیکنه.
روش کن تو رو خدا. وای من رو اینا حساب کرد. ای وای بد شد. کم اتفاق بدیم. اوکی یه درخت ندری باید درست کنم. تا حالا این درست نکردم. خوبه به نظرم که میتونیم یک رتبه خوب بگیریم. مثلا میتونم یک اینجا رو بلاش بذارم که انگار مثلا پورتال روشن. اوکی جالب شد. خدای خودم خوشم. باید اولی هم منم دوستان. از اینجا ببین. تو ببینید اینجا ببینید اسکالا. وای اینا چه خریه. اینجا بیاید ببینید. آها یس آفرین اسمارت. اینجا ببینید. بی خوبه. اوکی پورتال ندر اینجاست که میتونه شیشه بنفش شده مثلا روشنه. ساده است. اینم سید باید وسط میذاشتی گیری میدم. خب اینم خوبه. نه این خدای خوبه. خوب ساخت. خدای خوب ساخت. مثلا راحت 20 دقیقه وقتش به نظر میتونست اینجا رو کامل کنه. خب به اینش سه داره. این چیه؟ داداش ندره ها. اوورورد ساختی. چی ساختی؟ چی؟ با خیلی عالی. اگه من شادم یه چیز من نیفهمم. آها اینم حرکت منو زد از این ور. خوب اوکی 2 میدیم. زیاد جالب نیست. خب این چیه؟ داشت چرا دوز پلیس داشتی بازی میکنی اینجا؟ چی واقعا ساخته ها. خب موضوع حالا 2 میدیم چون باحال ساخته ولی موضوع ندر بود. اگه خدای موضوع سن ربطی به پلیسی دوزی چیز داشت خیلی باحال. چه خونش هم ریخته. چه خوبه. فقط اشتباه خونده بندم. اوکی اینم باحاله. فقط کاش اینجاش خالی بود ولی جالب. اینم جالبه. 3 میدیم در کار. خب اوکی اصلا من چیز اوکی همون 1 میدیم. چه گس اسکول ولی در باحاله ولی اسکول ما 3 میدیم چون واقعا حریفای قبلی خیلی ضعیف. گستش باید ششاش بزرگتر می بود. بعد نکاش یه فاربالی هم رو هوا می ساختی. اوکی این هم همون اوورورد به ندره. تو خونش که ماش اوکی یا وارد ندر میشی کلی. اور هم میتونستم بذارم یادم رفت. اوکی چون اور گوشه 3 میدم. کاش اور هم میذاشتم. 3 شدم. اوکی یپی 3 شد. خوبه الان با اینجا با باشم. خب این گسته اول شد واقعا. خیلی آخه میتونست بهترش کنه گسته رو. مهمنی ما اول شدیم. 3 شدیم. خدایی گسته رو هم بهتر بسازه. واقعا واسه 10 دقیقه به نظرم کم بود. هم گسته رو میتونست بهتر بسازه هم میتونست فایربالی درست کنه. زمینش رو کم سوسندی اینا کنه. ولی خوب ما که حسود نیست. به خب اینجا چه؟ خب چی باید بسازیم الان؟ میستری باکس
مانستر چرا انتخاب کردم؟ ریور میشه جاده. آی نزدیک بود، نزدیک بود من بند کنه به خاطر EFK. بچه ریور خیلی کلمه آشنایی بود، یادم نمیاد چی بود ولی رودخانه است. رفتم سرچ کردم نزدیک بندم کنه، یعنی گفت تا مثلا 10 ثانیه تکون نخوری بند میشی. من تکون خورم، رفته بودم ببینم ریور چی، یادم نبود وگرنه شنیده بودم، میگم آشنا بود. خب به نظرم که اول من میخوام بچه یه آبشار مانند درست کنم براش و آره بعدش پیش رودخونه. بذارینم این یارو اینجا ساره، من اگه گرس بلاش بگیرم دستم مثلا بزنم روش. آها این که آب و هواست نشد دیگه، ولش کن اهمیت نمیده. یه صخره در این ابعاد باید بسازیم. که یکم دارم سوتی میدم، باید بشینم به خود آبشاره کار کنم ولی بیشتر دارم اینجا کار میکنم. وایسا اوکی. خب حالا ما باکت آب میخوایم. آب نمیریزه پایین؟ داداش آب بریز پایین. کلی نقشام خب خراب شد که. خیلی عالی. بذاریم فکر کنم یک آشپن داره، کل این آره اینا کل این تور رو میتونیم با یه حرکت آب کنیم. حال کردی. این دوتا هم حالا میذاریم. آپشنش خیلی بالا. ببینم میتونم ماهی بکنم توش. مقدار جزئیات داداش تو من بیرون آب هم هستی، مقدار جزئیات اضافه میکنیم. اوکی بس. واقعا خوب نشد، واقعا بد شد. اوکی نه ببین آخه آبشار چی داره، باید بریم جزئیات دیگه. من کنم جزئیات بیرونه ولی باحال. درختای جدید ساخته، خوشم اومد. 3 ستاره. خیلی یه دستا تکراریه، یعنی نه واقعا. اینم میخواستن اینجا آب بریزه نریخته، خیلی ضد حاله. این چه آب نمیریزن اینجا که اگه بر حسب اینکه این آب بریزه قشنگ میشد ما 3 میدیم. حال کرد بچه ها، من بر حسب اینکه آب بریزه به نفعش گرفتم. اوکی یک پل اینجا داریم، این برای 2 تا آلوچیقه خیلی دریوری داریم. 2 میدیم. خونه پاتریکو ساختم. چیه؟ خب دوستان عزیز رای بدید ممنون میشم. اوکی اینم ساده است. 1 چی خیلی چیز دریوریه. اوکی پولش جالب، یه پول ساده است. 2 میدیم. نمیدونم یعنی واقعا میدونی هیچ ایده ای ندارم مثلا چه چیزی از رودخونه میتونه قشنگ باشه. رودخونه است دیگه. خب این چیه؟ بسازید فکر کنم متنوع‌تر از رودخونه میتونستیم بسازیم. این چی آخه؟ چندم شدم اصلا رفتم آخر رو. خیلی موضوع دریوری بود. کی برد اصلا؟ من که همون که درختای جدید داشت با پوست کنده شده چری و برگ‌های دیپ دارک نه دیپ دارک شده نه همون با این جدیدش کلیکینگ دیگه شدم بهتر بود. برین کراب گس دیگه
فست فود و اوکی فست فود به نظرم برین مغز فکر کنم. آره دیگه برین میشه مغزی. انشالله که نریدیم. خب بریم یک مغز چی بسازم؟ خب 3 تا میبری دوباره این بالا اینجا باید بیاد تو. چیه من ساختم؟ بیشتر شبیه دنبل کلوف میمونه توی مغز. اوکی من واقعا چیده درباره مغزم. اینه جالب. میخوام یه آدم بکشم که افتاده زمین و مغزش جدا شده. نمیدونم ایده خوبیه یا نه، ولی به نظر خودم حداقل میتونه این اثر رو بهترش کنه. این دماغش. خب بعد مثلا اینم لباسشه، اینم دستاشه. از من نظرم یکم صورتشو بیاریم بالتر. اینم دماغش، تنبان. اوکی و همین 2 تا دکمه مشکی میخوام. بدو وای دکمه کجان؟ اوکی دکمه نمیدونم کجان. کارپت برمیده. ولش کنم این مشکی بزن. نه اوکی ولش کن. خوبه خب حالا کارپت قرمز میخوام. بدو اینو بکشن. وای نتونستم بکنم. اوکی خوب شد. اوکی خیلی بهتر شد. خدایی از اون مغزه خیلی اوکی قشنگ واقعا قشنگ. این چیه؟ چشمه. آره اوکی خیلی قشنگ. خوشم اصلا 5 میدم. جالبه. خب این چیه داداش؟ بالونه یا فرار مغزاست؟ این چیه بالاش؟ گرره چون بفهمم چیه واقعا. خوکه نمیدونم. اوکی نمبال سه نه همین 2 بستش. چقدر ایده قشنگی من ریدم. یعنی من بعد درست کردم وگرنه اینا ایده هاشون خیلی خوبه. اوکی اینم باز همونه ولی اون قشنگ تر بود. ما به این 2 میدیم. بیلد بند. اوکی خدای آدم که خیلی بهتر کرد. یعنی برای فکر اینو ساختم راضی هم حداقل اینکه اینو ساختم باحاله. رو دماغش هم وای میست گذاشتم. 3 شدم باز. خوبه احساس کنم آدم که نجاتم داد وگرنه میباختم. منو بیار یه 3 شدم. کی برد؟ این زامبی اولیه. خیلی همین که بیدانه که بچه این دهایو کلی سرور دیگه داره. مثلا یه دونه اسپید بیلر داره که اینو میریم خیلی باحاله.
و کلی اصلا مادهای دیگه داره، یا به اصطلاح مینی گیم های دیگه داره. چندش که بالا بلاک درابه، گراویتی، بلاک پارتی و آره این چند تا بالا با هایدنسیکش اینا خیلی بالا. اگه خواستید حتما میتونید بریمشون. آره دیگه خیلی همین که ویدیو رو که ویدیو باید میارید تا ویدیو باید. خداحافظ.